یک شاخه گل، برنامه شماره 60. هر سو که دویدیم همه سوی تو دیدیم، هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم. هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت، آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم. هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت، آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم. هر سو که دویدی، هر سو که دویدی همه سوی تو دیدی. هر جا که رسیدی، هر جا که رسیدی سر کوی تو دیدی. هر جا که رسیدی سر کوی تو دیدی. هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت، هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت،
قبله دل را آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم دوست روی همه خوبان جهان بهر تماشا سرحلقه رندان خرابات مغان را اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدی. در دیده شهلای بتان همه عالم
کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم تو دیدیم. در دیده شهلای بتان همه عالم کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم. سر حلقه رندان خرابات مغان را سر حلقه رندان خرابات مغان را اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدیم اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدیم. هر سو که دویدی همه سوی تو دیدی هر سو
که دویدی همه سوی تو دیدی هر جا که رسیدی هر جا که رسیدی سر کوی تو دیدی عزیز من دلم وایده. هر عاشق دیوانه که در جملگی توست بر پای دلش سلسله موی تو دیدی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که رسار شد شماره 60 بود که با شرکت آقایان بدیعی، لطف الله مجد و اکبر گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ در مایه افشاری از آقای حسین یاحقی.